به نام خداوند بزرگ. دوستان عزیز، بازم خوش آمدین به یکی از ویدیوهای لب نتورکینگ. در این لب بخیر شما را به ایمیولاتور EVE آشنا می سازم، قسمی که در لبای بعدی هم در این باره معلومات دادیم. در این لب بخیر میریم EVE کمیونیتی ادیشن نصب میکنیم. ابتدا EV کمیونیتی ادیشن اگه ما نصب میکنیم به این شکل است. EV که فعلا شما میبینین EV پروفشنال است، لایسنس داره. ما این قبل خریداری کردیم و تمام کارهای لب خودم مدهی انجام میدیم. اگه در قسمت لایسنس انفارمیشن بیم، در قسمت میبینید که تا سال 2025 ماه پنجم تاریخ 26 لایسنسش مدار اعتبار است و دو ادمین میتونه ازش استفاده کنین، یعنی دو دستگاه میتونین که ازش استفاده کنین. خب ما باز میریم در قسمت لب من انتخاب میکنم. لب یا واچگارد ناشناسی فایروال واچگارد است. ما لب از قبل بعض کانفیگریشن ها رو انجام دادیم. فقط این باره میخوایم به شما چند چیز با معرفی بگیرم. ابتدایی که شما بالای هر دستگاه کلیک کنین، یک کانسول بر شما باز میشه. اگر این قسمت هم کلیک کنیم کانسول باز میشه و ای از یکی از فیچرهای اما ادیشن پروفشنالش و بدون از این شما در حالت که دستگاه روشن می باشه میتونید که کیبل از یک دستگاه به دستگاه دیگه مثال وصل کنید. در قسمت کیبل دیسکانکت میکنم، دوباره پس کانکت میکنم، ببینید که وصل میشه. و بدون از این هم شما میتونین که در قسمت بین کیبل خود استایل دیزاین برش بتین، کدام دیزاین داشته باشه، به این شکل مثال رنگش به این شکل باشه. لیبل بتین، مثالش ویلن اینجا میبینید که از خود لیبل گرفت و به این شکل میتونین که بسیاری از کارهای دیگر انجام بدین. EV کمیونیتی ادیشن کانزول نداره. کانزول را که ما بالای هر دستگاه میزنیم کیبل نمیتونین در حالت روشن شدن هات پلاگین انجام بدین و بعضی چیزهای دیگر هم نمیشه که در EV کمیونیتی ادیشن شما انجام بدین. ولی امکانش هست که شما از کانسول های دیگر استفاده کنین. EV کلاینت پک نصب میکنین دوجه و ازش استفاده میکنین. خب میریم بخیر EVE کمیونیتی ادیشن نصب میکنیم. ما در قسمت میم EVE EVNG دانلود و یک ما یک براوزر دیگر باز میکنم، براوزر کروم رو باز میکنم. در قسمت گوگل نوشته میکنم. ابتدا من گوگل رو باز میکنم، google.de. در اینجا نوشته میکنیم EV-NG دانلود. در قسمت بالای www.ev-ng.net بالای دانلود کلیک میکنید، شما را مستقیم میبره در صفحه دانلود. در قسمت شما ایمیج پروفشنال دارین که اگر از ایمیج پروفشنال میخواین استفاده کنین، ایره میتونین که دانلود کنین و بعد از قسمت بایسکشن مین و در قسمت طریقه خریدش براتون میگه که شما میرین در قسمت لایسنس ریکوست، در قسمت لایسنس میگیرین، بعد از او کپی میکنین لایسنس، بعدا کارت خود در قسمت ویزا کارت یا ماستر کارت مشخصاتش هم میدین. بعد از اون لایسنس ریکوست در قسمت پیست میکنین و درخواست لایسنس میکنین. لایسنس هم اتومات ایمیل بر شما یا در قسمت همچنان یک کپیش بر شما نشان میده بعد از طی مراحل خرید. خب ما در قسمت میخوایم کمیونیتی ادیشن شو دانلود کنیم. اینجا دو دانلود لینک داره، از کدام لینکش میخواین استفاده کنین. از لینک میگا مثال، بعدا بالای دانلود شما کلیک میکنین. اگر اپلیکیشن میگا رو دارید دسکتاپ دارین انتخاب کنین، اگر که ندارین استاندارد دانلود انتخاب کنین. خب ما ایره از قبل انتخاب کردیم فایل آیزوش. در قسمت اگر ما در قسمت دانلود نه اینجا بر شما نشان میدم که در کجا دانلود شده فایل از قبل. در فولدر دانلود، بله در قسمت شما میبینید که فایل EV آیزوش دانلود شده. پس میریم ما اینو در لب خود نصبش میکنیم. VMware ورکستیشن رو باز میکنم و ما از این قسمت
ایوی پروفشنال خود خاموش میسازم. بعدا میریم در قسمت فایل، نیو ورچوال ماشین، کستم انتخاب میکنیم. بعدا بیمیر ورکستیشن ابدا یا بالاتر یا کمتر، هر مدل را که شما میخواین میتونید از این قسمت انتخاب کنید. بعدا بالای نکست این قسمت حالت انستالر دیسک ایمیج فایل آیزو رو انتخاب میکنین. بالای براوز کلیک میکنین، فایل که شما دانلود کردین موقعیتش پیدا میکنین. بعدا بالاش کلیک میکنین، اوپن میگین. نکست. نامش چی میدین؟ من میگم که نامش باشه EVE کمیونیتی ادیشن باشه. ادیشن. خب در کدام موقعیت میخواین ذخیره باشه؟ به این شکل دیفالت میمونه میشه. بعدا چند تا سی پی یو برش میدین. نمبر آف پروسسور میگیم 4 دانه باشه و نمبر آف کورس در هر پروسسور ما میگیم 3 دانه باشه که 12 دانه میشه. بعدا نکست. رم چقدر برش میدین؟ رمش هم 32 جی بی انتخاب میکنم. بعدا اینا رو به شکل ما میگم باشه به می شکل یوز نت آدرس ترانسلیشن امیر انتخاب میکنیم. میدونیم که بعدا ما امیر به شکل انتخاب کنیم که با کارت شبکه ما ارتباط پیدا کنه که ما در درسای قبلی هم گفتیم. بعدا هم به شما نشان میدم. بعدا بالای نکست کلیک میکنیم. بعدا هم بالای نکست کلیک میکنیم. دیسک ما با لتا اسکازی باشه، کریت نیو دیسک. بعدا میگیم که دیسک ما 100 جی بی داشته باشه. نکست. بعدا هم نکست بالای فینش کلیک میکنین و قبل از فینش میتونین دی قسمت بین و پورت خود انتخاب کنیم. مثلا اگر میخواین که با پورت کمتر تان وصل شد، چون ما پورت کمتر خود از قبل کانفیگریشن کردیم داخل داخل ویم ویر ورک استیشن. اگر بخواین که ای وی ای ما از پورت لپتاپ ما استفاده کنم، پس من میتونم ایره انتخاب کنم. یا که هم میتونم از منیجمنت که ما یک بخش دیگه از آی پی آدرس از دی قسمت انتخاب کردیم از قبل کانفیگ کردیم. پس من میگم از باشه از منیجمنت باشه. بعدا بالای از کلوز فینیش میگیم. منتظر می باشیم. قبل از این که ماشین ما به بالا بیه، ما میخوایم که دی قسمت یک تغییرات دیگر همچنان بیارم یا باشه. بعد از ما میخوایم که یک تکس به خاطر سی پی یو سوره ما تکش دو قسمت فعال کنم، ولی بعدا هم میشه، مشکل نداره. منتظر می باشیم تا ای که فایل امو آیزوی EVE بالا بیه. در حال نصب شدن است. دو استیج داره. استیج اولش، بعد استیج دومش خودش اتومات همیشه انستالیشنش انجام میده. ما فقط منتظر می باشیم. یک در قسمت آخر که شد، باز دو قسمت ما میریم کانفیگریشن خود انجام میدیم که امی ای ما آی پی آدرس خود از دی سی پی بگیره و یا هم که از خود امی ویم ویر ورک استیشن پورتایی که از قبل دی ورچوال نتورک ادپتر داریم. ما دی قسمت میبینید که نتورک منیجمنت است که از رنج 50 پی آدرس خود میگیره. من با این وصلش ساختم. خب چیزی را که من میخواست نه هنوز انستالیشن وقت میگیره. دبر منتظر می باشیم تا که تمام استپش خودش یک دانه پیش ببره به شکل اتومات. خب در این قسمت برای ما میگه که زبان کمتر لنگویج انتخاب کنین. کدام لنگویج ما میگیم باشه انگلیش باشه. بعدا در قسمت بالا کیبورد ما انتخاب میکنم. کیبورد ما چون جرمن است، ما جرمن انتخاب میکنم. جرمن و بعدا بالای دن کلیک میکنیم. Selecting continue will begin the installation process and result in the loss of. مشکل نداره. کانتینیو میگیم که دیسک ما را پاک میکنه. چیزایی که در دیسک وجود داشته باشه پاک میشه همش. ما برش دیسک دادیم 100 جی بی. منتظر می باشیم تا اینکه انستالیشن به شکل اتوماتیک پیش بره.
خب انستالیشنش 5 دقیقه یا شاید هم که بیشتر از 5 دقیقه رو در بگیره تا اینکه تمام مو استپاش خودش به شکل اتومات تکمیل میکنه و بعدا ما ببینیم که اگر ویدیو زیادتر طولانی نشد امی ویدیو ما ایمیجای راوترها را ایمیجای سویچ ها را و همچنان بعضی از آپریتینگ سیستم ها را ما اپلود میکنم اگر دیدیم که ویدیو زیادتر طولانی شد وقت بیشتر گرفت فقط انستالیشن خود در این ویدیو انجام میدیم باز در ویدیوی بعدی بخیر انشالله ایمیج ها را اپلود میکنیم ایمیج هایی که ما استفاده کردیم قبلا در پینت لب عین ایمیج هاست هیچ کدام تغییر دیگه این آمده اما ایمیج هایی را که ما در پینت لب استفاده کردیم عین ایمیج ها را در عین دایرکتوری هایی که آی او ال است داینامیک است و کیمو است ما اپلودش میکنیم بعدا باز ای وی کلاینت پک نصب میکنیم به خاطر که ای وی کمیونیتی ادیشن خودش کانزول نداره و میتونیم که از ای وی کلاینت پک استفاده کنیم تا اینکه کانزول بزنیم به اما دستگاهایی که ما میخوایم مثالش اگر ما میخوایم که راوتر کانسول برش بزنیم از اپلیکیشن پوتی رو میخوایم بگیریم استفاده کنیم اگر ویندوز می باشه اپریتینگ سیستم های دیگه ما میتونیم که ما وین سی رو ازش استفاده کنیم خب استیج دوم شروع شد ما در این قسمت لاگین نمیشیم میمونیم به شکل اتومات خودش کار خود پیش میبره هیچ کار ما اینجا انجام نمیدیم خب تا زمان کی نصب میشه و میرم باز چیزهای دیگه همچنان ضرورت است که ما را دانلود میکنیم در قسمت دسکتاپ من فایل هایی را که ما انزیپ کردیم در قسمت لینک های ایمیج هاست که شما میتونین این ایمیج ها را کمیونیتی ایدیشن در قسمت لینک شما دانلود کنین این لینک راوتر هاست این لینک راوتر ها و سویچ هاست و این لینک دیگه همچنان از گوگل درایو است که در قسمت می راوتر ها سویچ ها را همیشه اپلود کردیم و در این قسمت شما ای وی کلاینت پک باید دانلود کنین فکر کنم کی را همچنان ما دانلود کردیم اگه ما در قسمت دانلود برم ای وی ای کلاینت پک بله فکر کنم در قسمت دانلود است بله یا خوب هنوز ضرورت نداریم به چیز دیگه اگه ما در قسمت دسکتاپ هم فکر کنم کی را رسترکتش این از رسترکت ببخشین از حالت فشرده بیرون ساخته میشه بعدا وین سی پی هست که این را دانلود میکنین شما به خاطر از که فقط نصبش میکنین چون که در ویدیوهای دیگه هم نشان دادیم براتون که وین سی پی وظیفه‌اش چی است وین سی پی را فقط ما باز میکنیم در قسمت پروتکل CFTP انتخاب میکنیم آی پی آدرس و ای وی خود نقش میکنیم یوزر نیم روت است و استاندارد پسوردش انتخاب میکنیم که بعدا بتانیم ما از این فایل هایی که داخل کنیم در داریم در موقعیت که است مثالش از مادری دسکتاپ است یا را میگیریم و بعدا در قسمت امو ای وی ما که باز است در دایرکتوری مختلف ایمیج های مختلف ما اپلود میکنیم از این طریق وینور ورکستیشن اپ داره همچنان میتونید که دانلود کنین و اگر میخواین که ایمیج های بیشتر را دانلود کنین شما همچنان میتونید در قسمت بین که ما لینک از زیر براتون ماندیم هر ایمیج را که شما ضرورت داشته باشین میتونین از این قسمت او ایمیج دریافت کنین و ازش استفاده کنین و مثال این کپی گرفته این لینک از این همش قسمت داکومنت هست میتونین که او ویدیوهای دیگر رو ببینید در قسمت پایان ویدیو ما لینک هایش گذاشتیم خب اگر ما این لینک در قسمت پیست کنیم در قسمت یونت لب دو میاییم در قسمت میتونید که در قسمت ادانس فایل های کیمو را اگر میخواین که دانلود کنید در قسمت ببینید هر آن چیزی که شما ضرورت داشته باشین ایمیج های سیسکو هست اکستریمی هست F5 هست فورتینت هست فریناس هست H3C هست هواوی هست دیگه جونیپر هست هر آن چیزی که شما خوش داشته باشین پراکسماکس هست دیگه
در این قسمت میتونین فایل ها را دانلود کنین، بعد از او انزیپ کنین و در امی ای وی ای خود اپلود کنین و ازش استفاده کنین که بعدا ما بازم دمیجه بر شما چندان مثال شمیم چه رقم شما اپلود میکنین دیگر روی شده که خودتان میفهمین که چه قسم اپلود کنین. اگر ما قرار باشه هر کدام از اینا را بگیریم تقریبا 114 فایل است که خود از این کورس 40-50 ساعت طول میکشه تا اینکه هر کدام از اینا را ما دانلود کنیم یک دانه. این دیگر نظر به مو ضرورت خودتان است که شما در کدام قسمت ضرورت دارین. فایل های ویندوز از مثالش وی ام ویر وی سنتر است، A6 است، NSX است، دیگه تروناس است، فایروال های سوفوس است، سونیک است. دیگه شما میتونین که اینا را نظر به مو ضروریات که دارین دانلود میکنین در EVE یا پینت لب اپلودش میکنین و ازش استفاده میکنین. خب چیزی را که من میخواستم بگویم بله امی ایرور بود که ما باید ایرور نه یک وارنینگ است که در قسمت ما باید فعال بسازیم. در قسمت من شت داون گست میگم و ما در قسمت ببینیم که دی سی پی همچنان فعال است و منیجمنت ده فکر کنم که فعال باید باشه ولی بازم یک چک میکنم چون که همو لب ما هنوز آی پی آدرس نگرفته ولی باید ما اونجا لاگین شویم تا ای که در قسمت آی پی آدرس خود همچنان بگیره. پس ما در قسمت میبینم منیجمنت دی سی پی می کار میکنه بله و از 128 آی پی آدرس میده که باید 129 ای آی پی آدرس بگیره. خب ما در قسمت پروسسور میم در قسمت ورچوال انتل ویتیر تکنماکش فعال میکنیم بالای اوکی بعدا پاور آن میگیم. پاور آن که گفتیم منتظر می باشیم تا ای که بازم ای وی ای ما بالا بیایه. خب در قسمت یوزرنیمش روت است، پسوردش که هست EVE است، یک صفحه گویی باز بشه بر ما. پسورد نمیخوایم چیز تبدیل کنم به شکل استاندارد باشه، همش نامش هم همین باشه، اوسنیم دومین نیمش هم همین باشد، آی پی آدرس از DCP بگیره. این تی پی سرور فعلا کار ندارم، دارید کنکشن هست کدام پراکسی در بین نیست. بعدا اوکی میگیم یک بار ریبوت میشه و بعد از اینکه ریبوت شد باید که از DHCP خود ویم ویر ورک استیشن یک آی پی آدرس از رنج 192.168 50 129 یا که هر آن آی پی آدرس که بیکار باشه بر ما در اینجا باید اساین کنه. این نظر به مو کانفیگریشن های بعد 128 را بر ما اساین کرد. خب پس یک بار میره پینگ میکنیم که واقعا قابل دسترس است 192 168 50 128. ولی پس ما میم براوزر خود باز کرده و در قسمت آی پی آدرس 192 168 50 128 را تایپ میکنیم میبینیم که قابل دسترس است. ادمین EVE بعدا بالاش ساین ان میگیم کاملا خالی است، هیچ چیزی وجود نداره. معلوم داره چون که ما کاملا جدید دانلود کردیم نصب کردیم EVE کمیونیتی ادیشن. ما اینجا میایم یک تب ایجاد میکنم به نام تست باشه، بعدا بالای سیف کلیک میکنم و در این قسمت اگر ما راست کلیک کنیم میبینیم که تمامش ایمیج های ما خالی است، کدام ایمیج ما در اینجا نداریم که بالاش کلیک کنیم و او را اینجا اد کنیم. شاید که داگر و ورچوال پی سی ها در قسمت پایان باشه، ورچوال پی سی است ولی تنها ایمیجی که ما در اینجا داریم یک ورچوال پی سی است. خب پس EVE ما EVE کمیونیتی ادیشن ما اد شد. ما همین در این قسمت ایمیج ها را همچنان اپلود میکنم. چند تا ایمیجی که ما دارم در این قسمت شما ایمیج ها را بازم براتون میگم. این ایمیج را میتونین که از گوگل درایو و که ما براتون از قبل ماندیم این لینک کپی میکنین. ما امین نوتپد هم میمونم لینک شده قسمت پایان از این ویدیو. بعدا میده این قسمت فقط دیجا پیست میکنین اینجا و گوگل درایو بر شما باز میشه، لینک دانلود میتونین که استفاده کنین. خب براوزر ما که هست به زبان آلمانی است، دانلود است.
میتونین که دانلود کنین فایل ها رو انزیپ کنین و به خاطر انزیپ هر فایل شما به یک پسورد ضرورت دارین که پسورد باید که شما در اون قسمت تایپ بکنین. بدون پسورد نمیتونین که فایل ها رو اکسترکت کنین. در این قسمت لینک اول که من کپی کردم فایل پسورد فور انزیپ است. ایمیجایی که مربوط داینامیک می باشه، IOL می باشه، کیمو می باشه که ایمیج هر کدامش در هر بخش اپلود میشه که من به شما نشان میدم. بیارم در این قسمت از بین سی پی همچنان. اگه ایده شما معلومات ندارین میتونین که در قسمت پینت لب ویدیوهای قبلی برین، اینا رو همشه یک تا ما تشریح کردیم. خب پس من میم بین سی پی را که در ویدیو دیگه تشریح کردم براتون نشان دادم، ایمیج را اپلود کردم. بازم من در یک قسمت بین سی پی را باز میکنم که همین بین سی پی را میتونین که شما براتون گفتم که در گوگل درایو در یک قسمت است دانلودش کنین. ما آی پی آدرس ایوی خود در یک قسمت تایپ میکنم 192.168.50.128. پسوردش که هست به شکل یوزرنیم به شکل استاندارد رود است و پسوردش هم که هست ایوی است. سرتیفیکیشن ایرور اکسپت میکنیم. بعدا بالای سه نقطه دبل کلیک میکنیم. فعلا ما در خود امو روت ایوی ما هستیم. بعد همین در قسمت اوپیتی بالا یونت لب کلیک میکنیم. ادانس میم و در این قسمت سه دانه فولدر داریم. از هر فولدر ایمیجاش در داخل خودش اپلود میکنیم. مثال به شکل داینامیک ایمیجایی که ما اینجا دارم همش راوتر است. از راوتر را کپی گرفته، از قسمت سلکت گرفته و در قسمت فقط درگ اند دراپ میکنم همشون پیست میشه در قسمت. به این شکل ما اینجا بیرون میم فایل های IOL که مربوط سویچ های ما میشه. همه از اینا را هم از این قسمت تمام فایل های IOL گرفته. کنترل A سلکت آل میکنمشه. بعدا ما در قسمتی را درگ اند دراپ میکنم تمامش درگ اند دراپ میشه. بعدا ما از باز بیرون میم فایل های کیمو در دایرکتوری کیمو تمام فایل هایی که مربوط به مثالش اشتباه آمدیم یک دانه باز عقب میریم. کیمو مربوط به ویندوز میشه و شما اگر در این قسمت که من براتون نشان دادم در این قسمت بر شما گفته کدام ایمیج باید در کجا. اگر در این قسمت شما ایمیج ها را از کی ایمیو یادتان میره که در کجا اپلود کنید دانلود میکنه یادتان باشه که ایمیج پس دوباره در دایرکتوری که شما از طریق بین سی پی می ایمیج انزیپ میکنین باید که در کیمو پس اپلودش کنین. جای اشتباه باشه کار نمیکنه. ما در اینجا میخوایم ویندوز سرور اپلود بسازم. ویندوز سرور یکم ذره حجمش بیشتر از وقت در بر میگیره و همچنان ویندوز سرور 2019 را من اپلود ساختم. ویندوز 10 اپلود میسازم 8 7 8 دیگه 10 8 7 بله همین چند تا ویندوز است. ببخشید این دیگه که است ورچوال وایرلس لان کنترلر است ورژن 8 7 سی مربوط سیسکو میشه که وایرلس لان کنترلر سیسکو که از طریق از میتونین که اکسس پوینت هایتون همیشه کنترل کنین کانفیگریشنش کنین استفادی ایجاد کنین. اینا بخیر درسای بعدی است که باز بخیر بالاش گپ میزنیم و همچنان فایر پاور سیسکو است FTD فایروالش که ایده هم میتونیم اپلود کنیم و من این فایروال که مربوط سیسکو می باشه ایده هم اپلود میکنم. ایمیج رو بیشتر شما یا که همه از اینا رو سلکت میکنم اپلود میکنم تا اینکه شما ببینید که به چه شکل کار میکنه. یک بار بگم شیم هستش. خب اگر من فعلا در قسمت ایده میمانیم تا اینکه اپلود شوه همش. اگر من فعلا در قسمت EVE بیایم و اینجا راست کلیک کنم باید دیگه بر من فعلا چند تا ایمیجایی که اپلود شده نشان بده. میبینین در قسمت سیسکو را نشان داده چند تا ایمیجایی که در قسمت کلیک میکنم نشان میده لیر 2 است که دانلود اپلود شده و در قسمت همچنان راوتر ما هسته و
و در قسمت که بیایم یک بازم راوتر است و در قسمت سیسکو آی او اس که بیایم بازم به اینجا بر من نشان میده ایمیج های راوتره. در قسمت سیسکو آی او ال که بیایم در قسمت همچنان بر من دیگه مکمل ناورده، ولی ما ضرورت به یک ریفرش داریم، باید چیزای بیشتر به ما نشان بده. ما سیسکو نشان میکنم تا ای که همه اینا رو بر من نشان نده. اگر ما فعلا در قسمت بیم باید بیشتر شده باشه. بله در قسمت پایین که اسکرول کنین سویچ های لیر 3 است، لیر 2 است، همش در قسمت به شما ظاهر شده. پس ما در قسمت میخوایم که یک سویچ مثال لیر چند در قسمت بگیریم، سویچ لیر 2 یکی از این سویچ ها رو ما میخوایم بگیریم. سویچ لیر 2 باشه. آیکانش چی باشه؟ آیکانش میگه مربوط سویچ است. شما اینجا میین آیکان ها رو هر قسم است تا به سویچ کلیک میره سکرول میکنین. سویچ لیر 2 است، میگیم نامش چی باشه؟ میگیم سویچ است نامش و سویچ تست میگیریم. مقدار سویچ چند تا باشه؟ یک دارم سی پی یوش به می شکل باشه، مشکل نداریم. و در این قسمت اگر ما بالای از این راست کلیک کنیم ببینیم که استارت میشه یا نمیشه. استارت نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه ما باید یک فیکس پرمیشن که در پینت لب در ویدیو قبلی بعد از اپلود اجازه دادیم، باید که دیگه هم همون کار انجام بدیم. پس ما میریم میبینیم که در این قسمت ایمیجا دال اپلود است. منتظر میباشیم تا یک تمام ایمیجا اپلود شود. بعدا باز ما فیکس پرمیشن میزنیم و بخیر ویدیوی ببخشین ایمیجای خود اپلود ما که خلاص شد باز میکنیم کنسولش و ازش استفاده میکنیم. اگر گپای ما تا بالا میشه ببخشین عزیزا، بعضی اوقات خودم هم ضرورت دارم فکر کنم. در ویدیوهای قبلی هم گفتیم که کل وقت زبان آلمانی را گپ بزن به مرور زمان آدم که زبان خود گپ نزنه یک ذره مشکل برش پیش میشه تا یک جمله بندی خود درست کنه. خب به هر حالت منتظر می باشیم تا اینکه همه از اینا خلاص شود. خب فعلا تمام ایمیج های ما اپلود شد. ما قسمی که قبلا گفتیم میم در قسمت سیلای EVE و ما پس ما کمند رک میخوایم در قسمت نوشته کنیم OPT unit lib باز بعد از او dash a fix permission permissions PARMISSIONS. کامنتان اشتباه نباشه که در صورت که اشتباه باشه باز کار نمیکنه براتون. بله این انجام شد. اگر ما فعلا بین این قسمت یک بار ریفرش کنیم ای خدا ای بار روشن کنیم باید که سویچ ما روشن شود. که سویچ ما روشن میشه. خب پوتی رو باید کمتر نصب بکنین. پوتی رو شما از کجا نصب میکنین؟ در قسمت بازم گوگل می دانلود پوتی پوت نوشته کنین. پوتی نوشته میکنین مستقیم خودش شما را در www.puti.org میبره و در قسمت بالای دانلود کلیک میکنین. نظر به سیستم بیتتان میتونید در قسمت اول یا دومه یا سیمه انتخاب کنین و نصبش کنین. خب بعد از اینکه نصب کردید شما اگر در خود می دستگاه سویچ یا راوتر کنسول میزنین بالاش کلیک میکنین و در قسمت شما را میاره در قسمت که چوز اپلیکیشن یک اپلیکیشن باز کنید که همراه از او امی صفحه کنسول سویچ باز کنه. در قسمت ببینید که SSH تلنت از قبل چون ما نصب کردیم دیجا وجود داره. پس زمان کوپن بگوییم کنسول سویچ مورد ایجا بر ما باز میکنه. enable show running config. تمام کانفیگ خالی چیز وجود نداره. به این شکل میم ای بار ما یک ویندوز در قسمت اد میکنیم. ویندوز یک ویندوز مثالش ویندوز سرور نمیخوایم. ویندوز 10 یا 7 یا ویندوز 10 انتخاب میکنم. رمش چقدر باشه؟ رمش 8 GB باشه. 2 تا سی پی یو داشته باشه. بعدا بالای سیف کلیک میکنیم. اگر ما در قسمت کیبل کش کنیم در اینجا ما
میبینین که نمیتونم نصب بکنم. به خاطر چی؟ به خاطر که از کمیونیتی ادیشن استفاده میکنم. اگر میخواین کیبل ها رو نصب کنین به دستگاه یعنی که اتصال بتیشه، باید که دستگاهتان خاموش باشه. یکی از مشکلات کمیونیتی ادیشن ای است. بعدا ایره هم استارت میگم و ایره هم استارت میگم. ویندوز خود استارت گفتیم، منتظر می باشیم. و به خاطر از اینکه ویندوز شما همچنان در رقم کنسول باشه، شما من در قسمت بازم در قسمت گوگل درایو من اینجا EVE کلاینت پک دانلود میکنه که در قسمت ما براتون ماندیم و ما اکسترکتش کردیم در این دسکتاپ و ما از این قسمت دانلود نصب میکنم. میره دانلود شده است. next 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 زبانش انگلیش باشه، بله اکسپت داریم. next 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 چیزا رو نمیخوایم. next next فقط next next میگین براتون همش نصب میشه. next ایران چک میکنیم. وارشارک از قبل وجود داره، بعضی از اپلیکیشن ها دیگر هم نصب میکنه. agree next ببینیم که VNC رو برای ما نصب کرد. VNC بله نصب شده. وارشارک نمیخوایم، در کمتر ما از قبل وجود داره فنش. خب فعلا ما میم بازم در قسمت EVE ما و زمانی که شما EVE را میخواین که کمتر دانه کانسول بزنین، چیزی که مهم است ما در این قسمت به شما نشان بدم. من ایره بازم استاپ میگم که در این قسمت اما کانسول باید به شکل در قسمت ادیت میین راست کلیک میکنین و اینجا باید کنسولتان VNC باشه. اگر VNC نباشه قبول نمیکنه. RDP را نمیگیره. ریموت دسکتاپ اگر سرور دارین RDP را میگیرین. ریموت دسکتاپ بعدا ایره استارت میکنیم. زمانی که من بالاش کلیک کنم در این قسمت برای ما باید که اولترا VNC ویو برای میبینین که در این قسمت آورده. پس من میگم اوپن، دیجا برای ما باز میشه. همین کانسول را که ما در این قسمت میبینین در او ادیشن پروفشنالش خود EVE داشت. خب شما همچنان میتونید در این قسمت زمانی که کانسول زدین و always بگوین که همیشه باز بکن امرای چی؟ نه او را نه. پس در این قسمت میم قسمت چوز اپلیکیشن میگیم هر بار که من کانسول زدم با از اینمی پروگرام دیگه بر ما باز هر بار پرسان نکن. و همچنان در قسمت میم سویچ هم برش میگم که نه یه هنوز ما کم زودتر شد. خب میگیم که هر بار که من تلنت زدم یا SSH زدم تو برای من چی رو انتخاب کو؟ SSH تلنت اوپنش میگیم دیگه. ضرورت یک بار بر ریبوت داره. کمتر شما که بعد از اینستالیشن تان انجام شد شما یک بار ریبوت کنین که بس تغییرات میباشه انجام شد و به می شکل کار میکنه. در ویدیو دیگه بخیر ما بر شما نشان میدیم که چطور میتونین همراه پروگرام های دیگه سافتویر های دیگه مثالش سکیور CRT هست. زمانی که شما در قسمت کلیک میکنی امی کانسول بره اتومات یک سافتویر دیگه باز شود و شما بتونین از قسمت کانفیگریشن های خود انجام بدین و بعضی از کارهای دیگر هم انجام بدین. پس تا ویدیوی بعد خداوند نگهدار شما باشه. دیگه باز بخیر در ویدیوی بعدی قسمت های درس های دیگر پیش میبریم و تکرار میکنیم. سوال انتقاد داشته باشین برای دیدن میتونین در کامنت ها نوشته بکنین یا ای که تماس های ماست میتونین که بر ما فرستین انتقادات پیشنهاداتتان.